رسول ترک کل سال عرق میخورد، 10 محرمم 9 شب عرق میخورد، فقط شب عاشورا نمیخورد. اونم میگفت حسین امشب که عرق نمیخورم برای که عرق خونه بسته است. دروغ میگفتا، برای آقا نمیخورد و الان دوست بیشتر بگیره بخوره. میگفت نه، میخوام منت سر آقام نداشته باشم، روز قیامت خودم برم جهنم. میوندار هیئت بازار تهران بود. یه سالی شب اول محرم هیئت امنا مسجد دور هم نشستن، گفتن این که نمیشه که. هیئت قشنگیش به میونداره، میوندار تا ناله میکنه همه میوندار نگاه میکنن. هیئت ما هم که میره تو بازار و تو شهر تا صدای رسول ترک عرقخور بلند میشه همه میگن آخ هیئت رسول ترک عرقخور داره میاد. آبرو برای هیئتمون نذاشته. گفتن چیکار کنیم؟ گفتن که امشب که اومد بهش میگیم برو این هیئت بیرون. آقا رسولم عرق خورده بود، اومد هیئت تو حوض حیاط لباش آب کشید و رفت تو. بزرگای هیئت به هم دیگه نگاه کردن، گفتن این لاته سر و پای اومد این چاقو کشه عرق خوره. بزرگترشون اومد گفت آقا رسول لطفاً بیرون. گفت من با شما چی کار دارم؟ مگه هیئت مال توه؟ مگه پرچم مال توه؟ من به عشق یکی دیگه اومدم. دیگه هیئت ما نیا، برو هیئتی دیگه. تا این جمله رو گفتن آیا اونا که میاید هیئت اگه از در بیرون تو کردن از پنجره بیاید تو، بگید ما جای دیگه نداریم. و عادتکم الاحسان و سجیتکم الکرم. خب نمیشه باید بری بیرون. یه نگاه کرد گفت ببینم هر گله مگه سگ نمیخواد؟ باریکلا. گله دار که از سگ سود نمیبره، سگ فقط پارس میکنه استخون میخوره. نون چوبون و گله دار از اون گوسفنداست. بذارید من سگ گله حسین باشم، منو بیرونم نکنید این خونه. گفتن این گله سگ بی حیایی مثل تو نمیخواد. یه دفعه پا شد گفت حسین 40 سال تو عرق خونم کسی جرئت نکرده بهم بیار، اما تو این خونه تو حرمتم و شکستن. من فکر کردم تو همه رو راه میدی، خونه گریه کرد. یه ذره که به اون اومد یه سلام داد به علی عبدالله، گفت آقا ببخشید غلط کردم، رام اونوری افتاد نفهمیدم اومدم. مجلس پاکا جای من نبود، ندیده بگی خوابید. رفت خونه در و بست، دیگه عرق نخورد تا شب عاشورا. کارش هم فقط گریه کردن بود. شب عاشورا رئیس هیئت امنا خواب دید به کربلا، خیمه ها ابی عبدالله، خیمه ها یزید. گفت برم آقا رو یاری کنم. میگه تا اومدم گوشه خیمه ابی عبدالله رو زدم بالا، دیدم یه سگی با صورت رسول ترک دنبال من کرد. گفتم رسول اینجا چی کار میکنی؟ گفت چون ما رو قبول نداشتی. گفتی امام حسین سگ اینجوری نمیخواد، آقا ما رو قبول کرد. از خواب بیدار شدم، گفتم این خاک عالم به سرم، 70 سال خونم رو زیابوش میکنم هنوز سگ این خونه نشدم. یه عرق خور دل شکست. برم رسول ترک و سحر روز عاشوراست بیارمش هیئت، بگم اومدم در خونه رسول، در زدم اومد دم در. بله. گفتیم رسول چشا پف کرده گریه.
رسول بیا صبح عاشوراست بیا هیئتمون. گفت نه آبرومو بردید، شما مردش نبودید بیاید در خونه من، راستشو بگید. میگه تا خوابو تعریف کردم چنان با این کله میزد توی کنده در، میگه حسین نمیدونستم عرق خورارم دوست داری، اگه میدونستم تو منو دوستم داری من عرق نمیخوردم. گفتم که تو منو که نمیخوای برم توی عرق خونه ها سگ خونه ها. حسین منو دوستم داشتی آقا؟ رسول گفت میخواید منو ببرید؟ باشه شرط دارم. میخوای بیا تو مجلس امام حسین شرط داری؟ گفت آره. شرطم اینه یه زنجیر بیاری بندازی گردنم، خود رئیس هیئت این زنجیر رو بگیره منو بکشونه ببره به سمت مجلس امام. اگه این کارو کردی من میگم. همین کارم کردن، زنجیر آوردن انداختن گردن رسول. رسول رو تو کوچه ها میکشیدن، رسول هی داد میزن گفت حسین جان غلط کردم آقا. غلط کردم. میرم بالا منبر میگه آی مردم حسین دو جور سگ داره، یه سگ اهلی یه سگ غیر اهلی. من سگ غیر اهلی حسین بودم اهلی شدم. رفیقا گفت من میخوام برم دمشق، میای؟ گفتم آره. میگه 6 هفته‌ای رفتیم اونجا و هتل گرفتیم و بعد 39 روز غروبا رسول ترک را میافتاد بره سر قبر رقیه توی بازار اموی که همه سنی اند و اینا، توی این مسیر تمام مسیحا و سنیا مغازه رو میبستن، به این نگاه میکردن. یه قدم راه میرفت میشست انقدر گریه میکرد، دوباره پا میشد 2 قدم میرفت. میگه روز 40م تو هتل گفت بچه ها امروز میخوام برم زیارت رقیه روزه بخونم، کسی هست بیاد؟ گفتیم بابا 40 روز بابا همه رو در آورد داده، امروز میخوای روزه بخونی؟ گفت هر کی میخواد بیاد بیاد. میگه از هتل اومدیم پایین، یه تاکسی ماشین گرفت، گفت راننده ما رو ببر یه فرسخی دمشق. گفتیم کجا رسول؟ گفت حرف نزنید. ماشین ما رو برد بیرون دمشق، یه فرسخی دمشق نگه داشت، پول تاکسی رو داد، تاکسی رفت. گفتیم رسول توی بیابون خارا رو ببین قد آدم. گفتش که بچه ها این دختر بچه 170 فرسخ روی خارا دویده، من یه فرسخ فقط میخوام روی خارا بدوم. بعد اینم گفت حسین جان دست درد نکنه، شنیدم شب عاشورا هلال میگفتیدم حسین فاطمی خارا رو جمع میکرد. گفتم داری چیکار میکنه؟ گفت دارم خار جمع میکنم تو با بچه ها نره. حسین جون دست درد نکنه خارا دور قیمه رو جمع کردی، پس خارای کوفه رو کی جمع میکنه؟ خارای شام رو کی جمع میکنه؟ من میخوام یه فرسخ روی خارا راه برم ببینم دختر ابی عبدالله چی کشیده، کفشو در آورد جوراب و کند روی خارا میدوید، هی میگم حسین حالا دختر بچه تو بیابون یه لحظه مادر بابا نگه دار، اگه جیگر داری او دخترم یه خورده روی خارا بوده بابا. چله گرفته بود به حضرت زهرا نشستیم، یکی وارد شد گفت رسول اومدی بشینا، 7 میزنه میاندازمت بیرون با این چیزا. بعدم این درس خندانیش این گفته شیخ خدا هرچه داشت داد به خریده هم هرچه داشت داد به خریده. این یه مرتبه بلند شد گفت آره این راست میگه ها، این راست میگه. روز عاشورا پسرش هم گفت خون من خون خداست. بعدا این یه مدت تمام مداح کسی دیگه نبودن، کل مداح ها را دردش داد. بعدا این به من گفت که بخون، من بعد یه خورده دیگه به من گفت بخون، 2-3 تا خوندم. دفعه 3 به من گفت بخون، گفتم من شعری ترکی ندارم، فارسی ندارم میگه. این نهاره گفت به اینها نخون، زهرا نشسته بنده
اون توشی هم میدونه، فارسی هم میدونه، به او بخون. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حاج رسول چرا اینجوری نماز میخونه؟ حاج رسول چند ساله که کارشینه، از زمانی که توبه کرده و برگشته. بریم ازش بپرسیم. می‌رفتیم تو مسجد وای می‌ایستادیم برای نماز خوندن، 10 جا وای می‌ایستاد نماز می‌خوند. بهش میگفتم بابا تو آبرو ما رو میبری، یه جا وایسا نماز بخون. میگفت این زمین گناه منو زیاد دیده، روز قیامت میان شهادت بدن، من میخوام نماز خوندن منم زیاد ببینه، یه مشت طرفدار اونجا پیدا کنم بگم والا ما نمازشو دیدیم. قصه زیاد داره این آدم. میرفت دانوت 6 صبح 12 ظهر به زور صابخونه از خونه بیرون میکرد، 6 ساعت گرده میکرد. روزا عجیب داره، قصه عجیب داره، بماند روزا و قصه هاش. میگه لحظات مرگش بود، به همه گفت من صبح ساعت 6 فلان روز از دنیا میرم. همه گفتن بابا غیب نگو. گفت اینجوری فکر میکنم من فلان ساعت بعد نماز صبح از دنیا میرم. این حسین کبیر میگه ما رفتیم بالا سرش، بیهوش افتاده بود. همینجوری که افتاده بود به هوش می آمد و به هوش می شد. من گفتم ببینم یه نوکری که 15 سال توبه کرده و 15 سالم گریه کرده، آقا تحویلش میگیره. یه دفعه به هوش آمد، گفت برید کنار، برید کنار، آقا میگلدی. دیدیم از جا بلند شد، رو کرد به در، السلام علیک یا ابا عبدالله. حسین جان ممنونتم این همه راه اومدی. آروم آروم خم شد، فهمیدیم داره دست آقا رو میبوسه و زمین افتاد. خوش به حال اینا. رفیقش تو تشییع جنازهش داشت خودشو میکش. گفتن بابا تو، من یه کدورتی بین من و آقا رسول بود، یه مدتی بود ندیده بودمش، نمیدونستم آقا رسول از دنیا رفته. شب خواب دیدم، شب قبل از تشییع جنازه دیدم آقا رسول از دنیا رفته. یک تشییع جنازه با شکوهی، خیلی هم تشییع جنازهش تو تهران و قم با شکوه شد، بردنش قم دفنش کردن این بزرگوار رو. میگه دیدم تشییع جنازه شلوغه، تو این جمعیت جلوی جنازه آقا رسول یه گله خالیه، یه خانمی داره تو این تشییع جنازه حرکت میکنه. اومدم جلو گفتم خواهر تو آقایون یه وقت تو ازدحام اذیت میشید برید عقب. برگشت به من فرمود میدونی من کی هستم؟ گفتم نه خانم. فرمود من زینبم، این بدنم بدن خودمونه، خودمون باید ببریم تحویل بدیم.